سلام بچه ها، شبتون بخیر. میخوام نحوه درست کردن وارمر رو بهتون بگم. ببینید اینا رو میتونید به راحتی هم توی بازار به این شکل آماده تهیه کنید، هم میتونید به این شکل فتیلتون رو ببرین راحت بذارید داخل پایه و با انبردست یه کوچولو سفتش کنید. بعد با چسب حرارتی یه کوچولو ته اینو چسب حرارتی میزنید به وارمرتون تا ثابت بمونه. بعد میریم برای پارافین ریختن. من پارافین رو گذاشتم آب شد توی ظرف مورد نظرم. بعد من از رنگ کامران استفاده میکنم. من میخوام وارمرام سفید باشه. یک مقداری میریزم، من قبلا هم یکم ریخته بودم، میریزم قشنگ به هم میزنم تا رنگم کامل باز بشه تو پارافین. خب بچه ها، پارافینم باز شد. من چون دماسنج دارم پارافینم رو روی 80 درجه گذاشتم. شروع میکنیم به پارافین ریختن. بچه ها اصلا کار سختی نیستش. پارافین رو میریزید و میذارید خنک بشه و تمام. اینم از وارمرامون. پارافینام کاملا بستش. الان وارمرام آماده است. این وارمر ساده است، ولی من دوست دارم وارمرم یکم طرحدار باشه. میام با فندک، حالا فندک مخصوص خودم، همین الان گازش تموم شد، یه ذره پارافینمو گرم میکنم و اون چیزی که میخوام برای تزیین بذارم رو روش میذارم. حالا من از قبل یک سری شمع‌ها رو با قالبایی که داشتم درست کردم، اونا رو استفاده میکنم. شما میتونید گل خشک یا حالا هر وسیله‌ای که دارید میتونید از اونا استفاده بکنید. فقط یه کوچولو بچه‌ها گرم میکنین که یه ذره پارافین باز بشه. همین، کار خاصی نمیخواد انجام بدید.